در سال 1900 میلادی یعنی 1279 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار در سفری که به اروپا رفته بود توی فرانسه 2 تا خودرو میخره. یه دونش رنوه، اون یکی هم یک ماشین بخاری به نام گاردنر سرپولت. اینها اولین خودروهایی هستند که وارد ایران میشن. اما ایران در اون زمان جاده نداشت که اینها توش راه برن. حتی جاده نداشت که اینها رو توی بندر پیاده کنن و از تو راه بیارنش تو تهران. برای همین این 2 تا خودرو رو با قطار میفرستن روسیه و از طریق دریای خزر یا کاسپیان با کشتی میفرستن شمال ایران و از شمال هم میذارن تو کالسکه و میارن تهران. اینها رو میارن تا کاخ مظفرالدین شاه. اما خیابونی نبود که شاه سوار بشه. برای همین تو همون محوطه های کاخ سوار میشدن. حتی تو جشن های سالانه هم سوار این ماشین ها میشدن و از جلوی مردم رد میشدن. حالا این 2 تا خودرو کجاست؟ هیچ کس نمیدونه. اصلا مثل این که آب شدن رفتن تو زمین، چون هیچ جا اثری از این 2 تا نیست. هیچ کلکسیونری هم اینها رو نداره. حتما یه گوشه مونده، اوراق شده و انداختن دور.